پر امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال توندې نیوکې شیر محمد عباس ستانکزی وایي امریکا باید د دوحې هوکړې له مخې په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور له سره پیل کړی وای چې دا کار یې ونه کړ. نوموړي په دوبۍ کې د افغانستان له کونسلګرۍ د لیدنې په ترڅ کې پر هغه څه چې د امریکا له لوري د دوحې هوکړې نه عملي کېدل ګڼي نیوکې کړي. له د ده په وینا چې امریکا په دوحه کې ژمنه کړې وه چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته به د افغانستان له نوي حکومت سره کار وکړي او همداراز به د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست مولوي امیر خان متقي هم له نړیوالې ټولنې له امریکا غوښتنه کړې وه چې پر دوی دغه بندیزونه دې لرې کړي او اسلامي امارت هم دې ته چمتو ده چې له نړۍ سره تعامل وکړي. غواړو چې په ټوله په نننۍ خپرونه کې په همدې موضوعاتو بحث او خبرې ولرو. سلامونه او ښې چارې، زه بریالی ساحل یم او تاسې بدلون خپرونه ګورئ. په نننۍ خپرونه کې مې د بحث لپاره بلنه ورکړې درنو میلمنو ته هر یو د افغانستان د واحد ملت د یووالي بهیر مشر ډاکټر محمد زلمی افغانیار پوپل، همداراز ترڅنګ یې د کابل پوهنتون استاد ډاکټر عبدالمتین شهیدي او د سکایپ له لارې هم را سره د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی ډاکټر جنت فهیم چکري میلمانه دي. تاسو ټولو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. تاسو ته راځم افغانیار صاحب، خپرونه به هم له تاسو پیل کړو. ولې امریکا په هغه څه چې په دوحې کې ژمنې کړي دي عمل نه دی کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حرمت خدمت شما، خدمت مهمانان در بحث جناب چکری صاحب و جناب شهیدی صاحب. و یک سلام میخوایم داشته باشم به خدمت ملت افغانستان در هر گوشه جهانی است که نزدیک هستند. امیدوارم آرام و صحتمند باشند همراه اعضای فامیلای محترمشان. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. و جای داره از همین طریق یک تبریکی بگم به خدمت ملت افغانستان به خاطر برد شیرینشان در کرکت. اگر ما برگردیم ورق بزنیم تاریخ افغانستان را و برگردیم به 2 دهه قبل تحت نام مبارزه با تروریسم، حاکمیت فعلی که طالبان وقت بود را او آمدن از حاکمیت پس کردند. اما در طول دهه ها این مبارزات به سرحد رسید که او از افغانستان برآمدند و سالها در دوحه تحت نام پروسه صلح و گفتمان بین الافغانی صحبت ها ادامه داشت. اگر همون زمان امریکایی ها میخواستند که بر افغانستان برنامه و طرحی داشته باشند که فاصله ها فیما بین حکومت ها و ملت ها نباشه و همراه امارت اسلامی هم یک تعامل سیاسی برسند، او را مدیریت کرده میتونستند، اما چنین نکردند به خاطر تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشون. و او احساس میکردند که با گرفتن حاکمیت از طرف امارات فشارهای اقتصادی سیاسی را ما اضافه بکنین شاید ایجاد فاصله ها مدیریت شود و ملت بخیزه. اما در طول 18 ماه گذشته ما دیدیم که ملت افغانستان با تمام همون نابرابری های ذهنی و فکری و تحریم های اقتصادی سیاسی آرام ششتن و منتظر ماندن که چطور می شود. و تحولات اخیر در آسیای میانه هم بر این روند تاثیرگذار هست. همون شکلی که اگر در گذشته بر افغانستان یا میخواستن جنگ های نیابتی را مدیریت بکنن، اما با داخل شدن روسیه در جنگ اوکراین برنامه و طرح اروپا رفت طرف روسیه، رفت به نحوی که رئیس جمهور آمریکا سفر کرد به مرزهای اوکراین آمد و امروز هم به میلیاردها دلار او در ماشینری جنگی به خاطر تضعیف روسیه او تطبیق میکنند. و امروز که او جنگ به طرف یک طرفه شدن روان هست و او فکری که اروپایی ها و امریکایی ها داشتن در قبال روسیه که مزمحل میشن نشد، او باز پس دوباره حالا میخوان برنامه های فکری در رابطه افغانستان داشته باشند و اون نشست و گفتمان و معاهده را که با امارت اسلامی امضا کرده بودند در دوحه به او سر باز زدن. گرچه کمی های کاستی های هم طرف ما همیشه بود از حاکمیت هم حتما هست، اما این زمانی میشه که در یک میز گفتمان و گفتگو دوباره ششته شود و در رابطه با این طرح و برنامه همون نقاط ضعف و نقاط قوتش او تمثیل شود که در کدامش را باید حاکمیت فعلی افغانستان تمثیل بکنه و به کدامش را امریکایی ها. همون شکلی که معین وزارت خارجه این موضوع را مطرح بحث ساخت که در اون معاهده امضا شده هست که امریکایی ها در موضوعات سیاسی افغانستان مذاکراتو خبره وکړه چې باید سره کېناستل شي دغه ستونزې د حل لپاره باید په دې برخه کې خبرې وشي. خو دلته خو اسلامي امارت وایي چې موږ حاضر یو، موږ هم تعامل ته حاضر یو، همدې ته حاضر یو چې له امریکا او نړیوال ټولنې سره مخامخ خبرو ته کېنو او دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. خو ستونزه دې خوا کې نه ده، ستونزه خو په خپله امریکا و نړیوال. خب مشکل این هست که امریکایی ها وقتی که در افغانستان حضور داشتن، امروز هم که برای حاکمیت فعلی میگن که شما حکومت همه شمول بسازین. آیا با 20 سال حضورشون در افغانستان و مصرف 2.3 تریلیون دلار ما در افغانستان حکومت همه شمول داشتیم؟ آیا تمثیل دموکراسی که بر مبنای رأی ملت بود به او احترام قائل شد کسی؟
هرگاه که در انتخابات شد یک اشتباهی سیاسی به انتخابات افغانستان چسبیده نبود که بگو رأی ما کجا هست. افغانستان را به نام قوم و سمت و گروپ و نژاد و مذهب تقسیم نکردن. و آیا در حلمی کابل جزایر قدرت نبود؟ در هر گوشه از افغانستان یک بیرق به پا نبود؟ چطور شد او امیر مدیریت نکردن و یک حکومت همه شمول بر افغانستان نساختن؟ آیا همین حکومت را تقسیم قدرتش حزبی نساختن؟ احزاب هفتگانه و هشتگانه که افغانستان تکمیل شده بود در حاکمیت دخیل نشدند؟ آیا صدای ملت شنیده شد؟ موضوع پروسه صلح افغانی که مطرح بحث بود و یک وزارت به وجود آمد، میلیاردها افغانی مصرف شد، بوجه کی میرفتن صحبت میکردن؟ شیرخوارگان سیاسی میرفتن، پدر و بچه میرفت، خواهر و برادر میرفت از آدرس مردم افغانستان اونجا میشتن که ما صلح میخوایم. و وقتی که صحبت هم میکردن گپ قومشان بود، سمتشان بود، گروپشان بود و حزبشان بود. فراتر از او چیزی نبود. آیا امریکایی ها و زلمه خلیلزاد که معمار صلح جنگ افغانستان هست ایرا نمیدیدو؟ آیا او میخواستن که گفتمان ها و نشست ها به نتیجه مثبت برسه؟ هدف نهایی امریکایی ها این بود که در افغانستان جنگ ها به دروازه کابل استاد شود و باز کابل شود کابل 1970. راځي که په دې باندې بحث وکړو. افغانیار صاحب، یو خو د دوی دښمني له حکومت سره ده، دلته د ملت موضوع را برسیره کیږي. دوی وایي له یوې خوا وایي چې موږ د بشر د حقونو ډېر ستر مدافع یو، او له بلې خوا نه که هر څومره دغه حالت کړکېچن کیږي، قویدات ډېرېږي، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ نه ازادېږي، دلته بیرته زیان دغه خوار ملت ویني. نو د ملت سره ولې دښمني کوي؟ ببینید، ملت بر ما مهم هست، بر شما مهم هست، بر حاکمیتی که در حاکمیت هست او بر حاکمیت خود همدې ملت لپاره خود دعوی هغوی کوي. افغانیت صاحب، این متاسفانه کارت ملت و کارت حکومتداری و کارت دموکراسی، کارت حقوق زن، کارت حقوق بشر، این دستمایه خارجی هاست. آیا شما وقتی که در افغانستان حاکمیت فعلی آمد حاکمیت را گرفت، گفتن افغان ها و 18 میلیون با فقر مواجه هست. بر اساس گفته خودشان میگن به 18 ما بیش از 2 میلیارد دلار افغانستان پیسه روان کردیم. امروز اعلام میکنن که 28 میلیون افغانستان با فقر مواجه هست. خب این 2 میلیارد که روان کردین کجا رفت؟ آیا با ارقام و صحبت های شما این موضوع مطرح بس میشه؟ وقتی که شما برای ما میگن حقوق بشر، زمانی که در افغانستان به ده ها هزار افغان ها از طریق بمباردمان های کور شما کشته شد، کدام روز شما آمدن بیا احترام کردین؟ آیا وقتی که میگن حقوق بشر، دموکراسی و نهادهای بین المللی، زمانی که با وقاحت خاص میای شاهزاده انگلستان اعلام میکنه سوای از اینکه کی در جمهوریت و کی در امارات در کدام طرف جنگ بود، میگه ما افغان ها را با مسابقه دانه های شطرنج ما کشتیم، از بین برده و احساس فخر میکنین. همین سازمان ملل، همین جامعه جهانی، همین امریکایی ها در حد یک توییت آیا بر از او ابراز پیام خود داشتن؟ این مهم نیست بر از او. اگر میلیون ها افغان در این جغرافیا از بین بروند، بر از او منافعشان مهم است و تطبیق عمق استراتژیک سیاسیشان در حاکمیت. اگر امروز امارات اسلامی قبول بکنه که مهرهای سوخته گذشته را که او همراه خود داشتن، اگر پدرانشان نیست بچه‌هایشان هست، اگر پدرکلان نیست نواسیش هست، در حاکمیت سهیم بسازن، باز حکومتداری را قومی و سمتی و گروپی بسازن، ایره مطمئن باشین که امشب مشکلات حل میشه. اما با این موضوعات نمیشه. پیام ما همیشه برای امارات اسلامی بوده بله ما هم حکومت هم شمول میخوایم، از اسلام قلعه تا به ترخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز، ملت افغانستان حکومت هم شمول میخواد. اما حکومت هم شمولی که متعهدین و متخصصینی که در این جغرافیا قلبشان به خاطر مادر وطن افغانستان میتپه در این حاکمیت باشه. اگر قرار باشه شما هم خواسته های تحمیل شده خارجی ها را شما قبول بکنین، پس فرق گذشته و حال بر چی هست و مبنای حکومتداری بر تطبیق شریعت به کجا هست؟ انتوید الامانات لاهلها کجا مطرح بحث هست؟ این موضوعات را با حکومت فعلی افغانستان مطرح بحث داشته باشه. اول ما بیاین یک اجماع سیاسی داخل افغانستان مدیریت بکنین. چرا اجماع سیاسی داخل افغانستان تمثیل کننده موضوعات سیاسی داخل وطن ما هست؟ اگر تمام دنیا ما را رسما نشناسه، ما بتونیم سر دسترخوان مادر افغان، پدر افغان نان ببرین. یک معلم افغان که 7000 معاش میگیره، اگر او 10 نفر فامیل باشه، به 10 روز او معاش خلاص میشه. بر از او سر دسترخوانش نان ببرین. موضوعاتی که در وطن ما دارین، موضوع تحصیل است، این ما حل بسازین. همو اختلافات فی مابین حکومت و ملت را ما بیاین مطرح بحث قرار ندین. اینجا حاکمیت میتونه حکومتداری خود پیش ببره. اگر تمام دنیا ما را به رسمیت بشناسه به شکلی که در جمهوریت میشناخت، آیا با مصرف 2.3 تن دلار با رفتن جمهوریت و آمدن امارات مردم ما گردهای خود فروش نکردن؟ کجا شد پیسه ها؟ و امروز هم اگر تمام دنیا ما را به رسمیت نشناسه، ما بتونیم معادن خود مدیریت بکنین، ما بتونیم منابع طبیعی خود مدیریت بکنین، آبهای سرشار طبیعی افغانستان مدیریت بکنین، همون شکلی که در همون پروژه های نیمه کاره را ما آمدین حکومت پیگیری کرده، ملت افغانستان با حاکمیت می باشه. این ملت برای حاکمیت ها مهم هست. اما اگر ما مطرح بس قرار ندیم، خارجی ها تحمیل برنامه‌های سیاسی شان در حاکمیت میکنن. باز کور ودان شهیدی صاحب، تاسو ته راځم. ستاسو له نظره ټولې خبرې هر بحث چې کېږي بیرته خبره ورګرځي د دوحې هوکړې ته. اوس راځو دې ته چې ستاسو له نظره په خپله د دوحې هوکړه چا نقض کړې ده او دلیلونه یې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قبل از همه به همه بینندگان تلویزیونی محترم جهانی ملی سلام و احترامات خود تقدیم می دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و به همه دعا میفرستیم طاعات و عباداتتان قبول درگاه حق. خوشحال هستم که بازم در یک برنامه که انشاءالله شاید مفید باشه با مهمان عزیزتان جناب دکتر سبزلمی اشتراک دارم. خدا بکند که بتانیم مطابق احکام و ارزش های اسلامی و مصالح بزرگ ملی چیز را تقدیم بتانم. جناب ظاهر صاحب، اصلا نمی قراردادی که بین طالبان یا امارت اسلامی از یک جانب و امریکا از طرف دیگری به مدیریت خلیلزاد صورت گرفت، خودش نواقض بین المللی خود از دیدگاه قراردادها داره. بله. مطابق اصول اسلامی هر چیزی که در تهدابش خلاها وجود داشت تا به سرایا را به این قسم کج میره. متاسفانه قرارداد دوحه به اساس یک اصول دیپلماتیک و یا سیاست بین المللی نبود. خودش یک موضوع گنگ است. تا به هنوز اکثریت جهانیان نمیدونه که در قرارداد دوحه چی بود. تا هنوز هم به اسماع مردم افغانستان که یک طرف قضیه هست، بله. تا هنوز از حقیقت قرارداد دوحه چیزی را نمیدانند. ما یک استاد پوهنتون هستم. بله، یعنی هدف مو د هغه څه چې خلکو ته ښودل کېږي یا په هغه څه چې دوی ټینګار کوي د دې تر شا نورې خبرې هم شتون لري؟ حتما هغه شیونه هغلته شته چې مونږ خبر نه یو. بله. قرارداد اصولا در اصول نظام سیاسی اسلام باید اعلان شود. هر فرد ملتی که یک طرفش هست او را باید بدانه. متاسفانه در قرارداد دوحه نیست. اگر ما با تاریخ اسلامی بر بگردیم، قراردادهای مختلف میان پیامبر صلی الله علیه و سلم و امپراتورهای وقتش بودن و به خصوص قراردادی که در صلح حدیبیه صورت گرفت. عیناً موادش واضح و روشن به هر دو طرف قضیه و به مردم اعلان میشه و خوب میدانیم که در وقتی که اعلان میشه از میان صحابه تعدادی هم قبول نمیکنن، مر میخیزند و به خصوص امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه. بله. میگه می قرارداد قبول ندارم بنابر ماده‌ای که در اونجا وجود دارد، ولیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم برش اطمینان میده. بنابراین چیزی که امریکا میگه که امارت اسلامی قرارداد دوحه را رعایت نکرده، این معلوم نیست که کدام مواد رعایت نکرده. شاید امارت اسلامی بدانه ولیکن ملت نمیدانه او را. از جانب دیگر امارت اسلامی دعوا دارد که امریکا خودش در خط اول ناقض قرارداد دوحه هست. بله. ما در این ترکیز میکنیم که از دیدگاه اسلامی و بک‌گراند دینی و تاریخی اگر ما اعتقاد داشته باشیم که امریکا به قراردادهایش استاده میشه، ما از دیدگاه دینی و تاریخی به اشتباه رفتیم. چرا؟ تاریخ برای ما میگه که طوری که امروز امریکا از طرف لب یهودیت اداره میشه و یهود در جهان اسلام در تاریخ بشریت تاریخ دارد، به نقض معاهدات، به قتل پیامبران، همیشه به تعهد شکنی و ایرا بسیار به خط واضح الله عزوجل در قرآن کریم برای ما من حیث یک مسلمان و بر یک امت اسلامی قبل از 1500 و چند سال برای ما گفته است: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. یعنی د افغانستان د امریکا ستونزه یوازې دا ده چې د دوی دښمني له افغانستان سره نه له مسلمانانو سره ده. دا به دې کې هیڅ شک نه ده. امریکا دشمنیش با ملت افغان من حیث افغان نیست، بله، بلکه من حیث مسلمان هست. بیشترین دشمنی که امروز امریکا با ملت افغان یا مسلمان ها دارد با افغان دارد، چرا که افغان ها بود که
بر خلاف پالیسی امریکا جهاد آغاز کردند. گرچه او وقت امریکا مؤید کار بود، چرا که افغانها در مقابل رقیبش می جنگید، ولیکن چرا باز رفته از مجاهدین حمایت نکرد؟ سرنوشت مجاهدین امریکا به کدام حالت برد که امروز ما توقع داشته باشیم که امریکا آمده از امارت اسلامی حمایت مالی و سیاسی می کند؟ تنها با افغانها نه، ما اگر ببینیم که امریکا با حکومت منتخب الجزایر چه کرد، امریکا با حکومت منتخب مصر چه کرد. از دیدگاه دموکراسی آنها از راه دموکراسی آمده بودند، در نتیجه آرای پاک مردم آمده بودند، قدرت گرفته بودند. امریکا با چند حکومت منتخب ترکیه اینها چه کردند، بالخصوص با نجم الدین اربکانی که چندین مرتبه در اونجا آمد سر قدرت شد. بنان امریکا تاریخ هم برای ما نشان میده و بک‌گراند دینی و آموزه های دینی هم برای ما تعلیم میده که نباید از امریکا یک دوست خوبی را توقع داشته باشیم، ولیکن نه، طوری که دکتر صاحب فرمود بهتر است که ما عوضی که توقع بیشتر از حدود دین از امریکا داشته باشیم بعد خود بسازیم. امارت اسلامی اگر بتونه که در داخل صفوف خود منظم بکنه، یک اجماع ملی افغانی را نه به خواست شرق و غرب بلکه به خواست اسلام، انما المؤمنون اخوه، و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که المسلم و اخو المسلم، این را ایجاد بکنه، از منابع سرشار زیرزمینی و سرزمینی افغانستان به خاطر پیشبرد امور اقتصادی استفاده بکنه، و این هم زمان ممکن است که این به اساس مسلک و تخصص این را به شایسته سالاری ببره، به مسلک سالاری تصمیم بکنه. این را تا زمانی که امارت اسلامی خودش به پای خود و فاصله های میان حکومت و رعیت را دور نکند، امریکا طبعا منافعش می میکنه که بعد در افغانستان یک حکومت مرکزی مستحکم به نام اسلام به وجود نداشته باشه. این جنگ تاریخی امریکا هست، نه جنگ امروزیش. در هیچ گوشه دنیا به نام حکومت اسلامی را که راستی هم بخواهد که اسلام و شریعت تطبیق بکند تعامل سیاسی را طرفدارش نیست و این را نکرده در طول تاریخ. ډېره زیاته مننه شهیدي صاحب. کورولان چکري صاحب، شهیدي صاحب وویل چې د امریکا دښمني له افغانستان یا له اسلامي امارت سره نه بلکې له مسلمانانو سره ده. تاسو څه نظر لرئ که داسې دوی داسې یو نظر لري او داسې مثلا خپله دښمني پالي له مسلمانانو سره له اسلام سره، له امریکا نه به دا تمه وشي چې په رښتیا هم حاضر شي چې له اوسني نظام سره تعامل وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما برادر عزیز ما پوپل صاحب، استاد محترم و بینندگان محترم تلویزیون معتبر ملی. واقعا وقتی که در سال 2001 11 سپتامبر یک ترتیب آماده شده بود که برج یک هواپیما برج جنوب، یک هواپیما برج شمال را و یک هواپیما را در پنتاگون گفتن اوجا اصابت کرده و در نهایت وقتی که یک دانشمند آلمانی است به نام دکتر دانیل گنسر، اونا در اوجا در یک کتاب نوشته کرده بودند به نام جنگ‌های مشروع و در اوجا تذکر داده بود که وقتی که یک هواپیما برج شمال میزنه، یک هواپیما برج جنوب، اما یک برج دیگه که به نام وال استریت است و بدون از اینکه کدام هواپیما در اوجا اصابت بکنه او را هم امریکا تخریب کرد. این معنای از این است که اما برنامه‌ای که در امریکا صورت گرفته بود او همش پلان خود امریکا بود و تا امروز هیچ یکی از مورخین یا محققین ثابت نکرده که در اون حادثه افغان‌ها شریک بوده و به خاطر کسی که آمده بودند و در پاکستان پیدا شد. خب یعنی در نهایت که ببینیم من با استاد محترم موافق هستم که امریکا در فکر ازی هستند یک بخشی همی است که دشمنیشان با مسلمان ها هست و با مردم افغانستان است یا با تمام جهان اسلام است، از لحاظ فرهنگی و از لحاظ ایدئولوژیکی و از لحاظ ازی که یکی از دانشمندای امریکایی به نام فوکویاما یک
سمینار را دایر کرده بود در پانتون هاروارد امریکا که در اونجا گفتن که بحث انتخابات، دموکراسی، بحث حقوق بشر، این چیزا برای ما ابزار است. برای ما مهم اهداف کلان ماست که ما به اهداف خود برسیم. یعنی اونا در فکر ازی هستند که چطور منافع اقتصادی خود را جستجو میکنند. بعد از جنگ دوم جهانی روزولت برای انگلیس‌ها گفتند که نفت فارس از شما و نفت عراق و کویت هم تقسیم میکنیم و نفت عربستان هم در بین خود تقسیم میکنیم. یعنی در مجموع که ببینی جنگ اقتصاد است و اونا تلاش میکنن که به هر نحوی که باشه ما به اهداف و مقصد خود برسه. و از طرف دیگه وقتی که میای امریکایی‌ها یک توافقنامه را در دوحه امضا میکنه با امارت اسلامی، در اوجه هدف کلان امریکا می بود که چطور خودشان مسئول از افغانستان بیرون شود و در فکر ازی نبودن که واقعا امروز که داد میزنن که حقوق بشر یا مثلا حقوق خانما یا بحث ازی است که باید یک حکومت همه شمول به میان بیاید. این همش حرفایی هستند که اونا به خاطر تطبیق اهداف استراتژیک کلان خود این ابزار قرار میدن. و امارت اسلامی در طول 1.5 سال که زعامت را بر عهده گرفت، با وجودی که تحریمات بالای امارت اسلامی بود و مشکلات اقتصادی بالای امارت اسلامی وجود داشت، امارت اسلامی بسیار خوب دانست که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را از حالت فروپاشی نجات بده و فعلا ارزش پول در منطقه با تفاوتی که اونا دارند عرض کشورهای همسایه با افغانی ثباتش بیشتر از در منطقه نسبت به دلار. شکری صاحب قرار شدی ته چې د حکومت خبره به یو خوا کېږدو که له اسلام سره د دښمنۍ خبره خو په خپله د افغانستان ملت چې ده دا هم له امریکا سره د دوی غوښتنې بیا نشي منلی، ځکه چې د افغانستان ټول ملت چې ده دا هم مسلمانان دي. که د اسلام سره په ټکر کې هغه غوښتنې چې حکومت خو پرېږده دا په خپله ملت ته هم د منلو وړ نه دي. دقیق است. وقت در سال 1991 که یک قدرت روسا از بین رفت، در پانتون هاروارد امریکا یک دانشمند امریکایی هانتینگتون یک سمینار ارائه کرد، گفتن که در مقابل ایدئولوژی لیبرالیسم هیچ ایدئولوژی دیگر نمیتونه که قد علم بکنه به جز از اسلام. باید ما اسلام را نامبد بسازیم و به قدر کافی این کار کردند. و از طرف دیگر این بحثشان فعلا یک اندازه وسیع‌تر شده، رفتن دیال جنگ از کشورهای اسلامی لله الحمد رفته به طرفای خودشان که ما شاهد از این بودیم که جنگ امریکا در اوکراین آغاز شد و احتمال از است تنش‌های بسیار قوی در چین هم وجود داره که بحث تنش‌ها در تایوان هم در حالت شکل گیری هستند. و از طرف دیگه در بحث تامین روابط بین کشورها در بحث کلان مهمی است که هر کشور منافع خود را جستجو میکنند که چطور در تعاملات بین المللی بتوانند منافع خود را به دست بیارند. و امارت اسلامی هم بسیار خوب پیش میره در بحث سیاست خارجی خود. در حدود 14 کشور است که روابط دیپلماتیک خود را تانسته حفظ بکنه، اگر رسمی نیست تا غیر رسمی است، تمام تعاملات و تمام روابطشان تامین است. ډېر زیات مننه چکري صاحب. کور ودان بیرته درته راګرځم. افغانیر صاحب بیرته تاسو ته راځم. اوس چې خبره د اسلام ده، نو په دې برخه کې په خپله د اسلامي نړۍ مسؤلیت څه کېدلی شي؟ دوی ولې خپل غږ نه پورته کوي، داسې چپه خوله پاتې دي؟ اگر کشورهای اسلامی با واقعیت مستقل می بودند و استقلال اقتصادی می داشتند، فکری سیاسی می داشتند، امروز هم نوای ملت افغانستان می بودند. این مشخص است که تمام کشورهای اسلامی به شمول 2 کشور همسایه ما و شما هم متأثر از برنامه‌های سیاسی آمریکایی ها و اروپایی ها هستند. به نحوی که اگر ما برگردیم در حکومتداری گذشته طالبان که امارت فعلی هست، اولین کشور پاکستان بود که به رسمیت شناخت. بله. اما زمانی را که آمریکایی ها به افغانستان لشکرکشی کردند و آمدن امو اجازهش از سازمان ملل گرفتند و نشست تحمیلی و تمثیلی بنجور شد، اولین پایگاه ها را برشان که داده بود باز هم امو پنجابی ها بود و در طول 20 سال هم پایگاه های امن و مسیر تردد حاموی ها و تجهیزات نظامی را باز هم او برای مساعد کرده بود.
از خمینی تا به خامنه ای 40 سال میشه که ایرانی ها میگن شیطان بزرگ امریکا، مرگ به امریکا، اما برنامه های فکری از او از شیطان هم کده کلانتر هست. و امروز در همو ایران پای اولاد افغانستان به جنگ سوریه و عراق کشانده نشد. ده ها هزار افغان اوجا کشته شد که قبرهایشون معلوم نیست. اما امروز اوها فامیلشون اوجا هستن. آیا امروز از همو ایران پای اولاد افغانستان، عسکر و افسری که امروز باید بر طلب بسته میکرد در افغانستان استفاده میبود، از مرزها دفاع میکرد، نابرابری های ذهنی فکری اوجا رساند. امروز همو سیاسیون و جمعی که به اوجا رفتن پایشان به جنگ اوکراین و روسیه کشاندن. افغان ارتش به پاکستان و ایران خونده و 50 اسلامی هیوادونه دی. ما اوها خود دور هست، یا خود نزدیک هست به ما. بله. تاجیکستان کجا هست؟ این یه منافع مهم هست. در سیاست هم مقوله است که میگن منافع مهم نیست، تعریف منافع مهم هست. آیا تعریف منافع از یا نمیشوه؟ ایران تقریبا چند ماه میشه که مردم خودم میکشه، باز وزیر خارجش با وقاحت میاد میگه ما به افغانستان حکومت شمول میخوایم. اما 26 میلیون اهل تسنن در ایران حق ادای نماز عید خود ندارن. این ماه رمضان هست، عید میاد. وزیر شده نمیتونه، سفیر شده نمیتونه. اما باز امریکایی ها میای برش $5 میلیارد پیسش رها میکنه، میگه بگیرین شما مشکلتون حل بسازین. اینجا کدام روز کشورهای اسلامی آمدن در افغانستان حمایت کردن؟ آیا زمانی که جنگ های تحمیلی پیرامون افغانستان بود و با روس‌ها و پدران ما در جنگ بود، همه کشورهای اسلامی پیسه میدادن، پیسه از خودشان بود یا باز هم پیسه خارجی ها بود که چطور بتونن میدان های جنگ های نیابتی رو مدیریت بکنن؟ ما یک پیام میخوایم داشته باشیم. هیئت رهبری امارات اسلامی افغانستان، ما همیشه گفتیم و از جمهوریت تا به امارات حالا میگیم، برای ما منافع ملی مهمترین اصل است. شاید بسیار کسا از این موضوعات سرشون بد بخوره. بیاین همون مخالفین سیاسی و فکری را در افغانستان جذب بکنین. نگذارین اون راه رفته ای را که از زمان ظاهرشاه و داود خان شهید تا فعلا ما ادامه دادن با اشتباه کردین که هر کس همراه ما مخالفین فکری بود در حکومت‌های گذشته، کشورهای همسایه بر از او معاون شد و او باز آمدن به خلاف منافع افغانستان رو استعمال کردن. امروز هم اگر ما همدیگر پذیری و اتحاد و انسجام را مدیریت نکنین، باز همون کشورها برای ما خوابهایی را میبینن که باز افغانستان باز حکومت حاکم شود، حکومت کابل، افراد اشخاص شود علیه حکومت کابل. ملت افغانستان از جنگ و خونریزی خسته شده، میخوان همون شکلی که امروز در افغانستان حاکمیت هست که از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب یک حاکمیت هست، از زندگی آرام داشته باشن. ما فقیر نیستیم، به تریلیون‌ها دلار ما سرمایه داریم. سالانه 47 میلیارد متر مکعب آبهای سرشار طبیعی افغانستان به پنجابستان و به ایران میره. ایرانی ها با ترکمنستانی ها 120 جور میکنن. در فصل سرمای زمستان امریکایی ها فشار آوردن بالای ازبکستان، برق کابل قطع کرد. ما و شما در کابل به هر 24 ساعت 2 ساعت برق نداشتین. بله. اما امروز ما نمیتونیم که ما مدیریت بکنیم. زمانی که رئیس کمیسیون اقتصادی ریاست الوزرا سفر میکنه به کنار، پاکستانی ها اکتیو میشه. زمانی که کانال قشتبه میاد مدیریت میشه، اونجا ازبکستان باید اکتیو میشه. با سیاسیون ما از خارج میخیزن، صدا بلند میکنن اگر این آبها مدیریت شود باز چطور میشه کشورهای دوست؟ خب بگذاریم وابستگی های اقتصادی و سیاسی ما کم شود. باز هم به تاکید میگن اگر ما در افغانستان حکومت را بر مبنای تطبیق شریعت میخوایم داشته باشین، آیا زمانی که رسول الله به جهاد شروع کرد و انکشاف دین اسلام شروع کرد، کدام کشورهای یهودی و نصارا ما رو به رسمیت میشناخت؟ آیا کوشش میکردن که بر مبنای تعهدات فکری اسلامی با ما هم نوا باشن؟ پس بیاین ما قلبهای ملت خود را با خود داشته باشین. همون سبب خبره چې غواړم ورته اشاره وکم، اوس لنړۍ سره هیوادونو سره اړیکې ډېرې مهمې دي. یو دا موضوع ده، پرته له دې چې افغانستان له ټولې نړۍ سره ښې رغنده او نیکې اړیکې ولري، آیا ستاسې په نظر شونې ده چې په خپله په یوازې ځان د ځان بساینې په لور باندې ګام پورته؟ شاید بحث ما شمالت افغانستان هست. اگر ما میگیم تعامل دو طرفه میشه، یک طرفه نمیشه. اگر ما میگیم همسایگی خوب دو طرفه میشه، یک طرفه نمیشه. شما برای ما آرامش را نمیخواین، برای ما صلح را نمیخواین، برای ما اتحاد و انسجام و همدیگر پذیری و برادری را نمیخواین و از اون طرف با دست خود پیش میکنین که ما با شما دوست هستین. این خود منافقت و شیطنت هست. امروز اگر حاکمیت فعلی این متوجه باشه، نگذارن که با مو کسایی که با دو چهره و دو روی با ما سیاست میکنن بیای با ما سیاست بکنن. بله افغانستان کشور جدا بافته از جامعه جهانی نیست. اولین کشور از جمله اولین کشورهایی بودیم که عضویت سازمان ملل را داشتیم. آیا همین حاکمیت، جغرافیا و نفوذ بر مبنای از این نیست که حاکمیت به رسمیت شناخته شود؟ چرا در سال 2001 زمان حکومت طالبان وقت رفت کمتر از 3 ماه تمام دنیا ما را به رسمیت شناخت؟ به خاطر چی بود؟ به خاطر از اینکه ولسوال ما هم، قریه‌دار ما هم، وزیر ما هم، معین ما هم از طریق یونما مشخص میشد. در 2 انتخابات در افغانستان ما تجربه داریم، یکی در پارلمان که از آدرس کابل کاندید بودیم و یکی در ریاست جمهوری با عنوان معاون اول در یک تیکه‌های انتخاباتی. ببینیم وابستگی های فکری از به خاطر چی هست؟
او اگر امروز حکومت فعلی افغانستان قبول بکنه که باز هم مهرهای گذشته و یا مهرهای نوتری را که با او هم نواز در حاکمیت داشته باشن، افغانستان امن و امان میشه، سلامت اقتصادی ما بالا میره، در افغانستان هیچ حقوق بشر زیر پای نمیشه، در افغانستان حقوق دموکراسی زیر پای نمیشه، امن و امان هست. اینجا از این کارت ها یا استفاده میکنن امریکایی ها، با مکر و شیطنت بهش میرن. آیا همین روبای مکار زلمه خلیلزاد 43 سال قبل به مجاهدین افغانستان را اکمال نمیکرد از طریق پاکستان؟ بله. پیسه براشون نمیداد، استخباراتی کمک نمیکرد تا روسیه شکست بخوره، جهاد ملت افغانستان آمد پیروز شد. آیا او به افغانستان آمدن همو اتحاد انسجام را مدیریت کردن؟ آمدن افغانها را به قوم و سمت و گروه تقسیم نکردن؟ همین آخرین مرحله را که جمهوریت رفت و امارات آمد، آیا حکومت ملتفق از امارات و جمهوریت نمیخواستن بسازن؟ باز همین حکومت را نمیخواستن یا با تیکه‌داران قومی و حزبی تقسیم بکنن؟ خب باز همو آش بود و باز همو کاسه بود. باز اینجا کی میسوخت؟ باز ملت افغانستان میسوخت. باز همون معامله‌گری های سیاسی و استخباراتی و فرامنطقوی میشد. وقتی که حکومت امارات اسلامی بر مبنای شریعت حاکمیت میکنه، به ملت باید مراجعه بکنه. چرا؟ حکومت داری امانت هست، امانت ملت افغانستان هست. و تا همین لحظه هم میگن که ما حکومت را به زور نگرفتیم، ملت افغانستان با ما بود. پس اون ملتی که در طول 20 سال با شما بود، نان خوردن خود با آساکرتان تقسیم کرد، امروز اگر میگه دخترم باش مکتب بره، باش پانتون بره، او ناحق میگه. وقتی که او با همون ملت شما تونستین 47 کشور از بین ببرین و اتحادیه اروپا را از بین ببرین، امریکا را از بین ببرین، پس به این ملت باید مراجعه کنید. ستانکزی هم ویلي دي چې په خپله د اسلامي امارت چارواکي چې دي هغوی قطعا دغه خبر نه ده رد کړې. دا ستونزه چې ده د بشر د حقونو، د ښځو د حقونو دغه موضوع چې ده، دا هم په دې باندې کار کیږي، روان ده. که راشو دې ته بیرته راګرځو د خپرونې اساسي موضوع ته، هغه دا ده چې په خپله اوس هغه څه چې دواړو خواوو ویلي دي په هغو عمل ده. اوس په دې کې تر ډېره ستاسې له نظره ستونزه کومې خوا کې ده؟ ببینید، بیشتر اشاره شما کردم گفتهای جناب معین صاحب استانکزی است. امروز یک نفر که با فقر مواجه میشه و با گشنگی مواجه میشه، شما دستایش بسته کنین نمیشه بشین سر میز، اوجم برش هم او بنن هم برش نان بنین، برش بگن تو میتونی بشین طرف هم او نان ببین تا هیچ نخوری تو دیگه. او چند روز میتونه تحمل بکنه، اوجا هم غذا مانده باشه و هم گشنه باشه. ما با فقر فرهنگی مواجه میشیم. اگر اولاد افغانستان تحصیل نکنه، باز مادر افغان تحصیل نکنه، این اولاد را چطور ما مدیریت بکنیم؟ آیا همین زمانی که زلزله شد در پکتیکا، پنجابی ها نگفتن شما مریضاتان روان میکنید ما تداوی بکنین؟ بعض جمله همه مردم افغانستانی که ما هستیم، امتحان کنکور دخترم امتحان داد، طب کامیاب شد، همشیریم که طب کامیاب شد، حالا به خانه ششته هست. آیا 2 سال از عمر از سپری شد، این 2 سال درس خود میخوند، 3 سال بعد یک دکتر میشد. ببینید بر ما این مهم هست که وطن ما اتحاد و انسجام مدیریت شود. ما هم قبول میکنیم اگه حکومت فعلی میخواد بر مبنای تطبیق شریعت جایگاه ها عوض شود، جایگاه ها عوض شود، صنف ها جدا شود، صنف ها جدا شود، نصاب از بین بره، مشکلات داخلی خود ما حل بکنین. این مشکلات داخلی ما هست. اما در راستای روابط دیپلماتیک و سیاسی بر مبنای تعریف واحد از منافع ملی ما باید قدم بردارین. نگذارین. امروز چرا ما مشکل داریم؟ تاجیک افغانستان میره پشت تاجیکستان، پشتون ما میره پشت پاکستان، ازبک ما میره پشت ازبکستان، اویی که مذهبی مشکل داره میره طرف خامنه‌ای، طرف ایران. بله. آیا ما بر محور یک منافع ملی 6 تا صحبت کردین؟ گفتین که نه تاجیک، نه ازبک، نه هزاره، نه سیک، نه هندو، هم افغانستان واحد. بین امروز که در افغانستان جنگ نیست، در افغانستان نابرابری نیست، بر روی خود ما نزنین. ما آیا ما کشورهایی که برای ما برنامه میدن، برای ما طرح میدن، او به فکر از این است که خون افغان بریزه یا نریزه؟ خون افغان که میریزه کی گریه میکنه؟ پدر افغان، مادر افغان، دختر افغان. خب افغان ها از جنگ خسته شدن، افغان ها از نابرابری خسته شدن. حکومت فعلی این را باید مدیریت بکنه. بله، روابط دیپلماتیک سیاسی با جامعه جهانی خوب هست بر مبنای تعامل بر محور منافع ملی افغانستان. ډیره زیاته مننه افغانیار صاحب. شهیدي صاحب، ښاغلي ستانکزي ویلي دي چې کله چې هلته هوکړه کېدله امریکا موږ ته تضمین راکړ، د دې تضمین یې راکړ چې د امریکا له وتلو وروسته به هغه اسلامي نظام چې رامنځته کېږي موږ به ورسره د دوستۍ او ښې نیکې اړیکې ولرو او خپل سفارت به هم بیرته په کابل کې پرانیزو. خو په دې خبره عمل ونه کړ. ستاسې له نظره وروسته له دې څه تضمین وجود لري چې امریکا به هغه څه چې هلته یې ویلي دي په هغه باندې به صادقانه عمل وکړي؟ ما قبلا هم گفتیم، دوستای ما جناب افغانیار صاحب و دکتر صاحب چکری هم اشارات داشتن. معاهده دوحه که هر دو طرف سر یکدیگر بی‌باور شدند، تا هنوز هم بازم تاکید میکنیم که موادش معلوم نیست که ما به اساس روشنایی او مواد بگوییم که در خلا در کدام طرف است. تا زمانی که ما ندانیم که در اونجا چی قراردادی وجود داشت
و کدامش نقص کرده کدامش نکرده نمیتونیم که تحلیل و بررسی هم بکنیم. زیرا قاعده اصولی است که الحکم علی الشیء فرع عن تصوره. سر هر چیزی که ما حکم میکنیم باید از یک تصور داشته باشیم. ما فعلا خالی و ذهن هستیم. با همه که چی بود و چی نبود برداشت میسته که امریکا به تعهدش استوار نیست. به این نباید باور داشته باشیم. به این باید توقع نداشته باشیم و از این باید خاطر خود جمع بکنیم. تاریخ برای ما نشان میده. طوری که جناب افغانیار صاحب بهتری برای ما است که اگر امریکا با ما تعامل بکند چه اقتصادی و چه سیاسی بیاین که خود بسازیم. امریکا کشور است که اگر یک میته دو میخواهد. مخکې مې د افغانیار صاحب نه هم همدا پوښتنه وکړه په یوازې ځان دا هر څه شونې دي؟ بله ما در تاریخ داریم. بله اگر راسته هم ما خود به قرآن و به اسلام تسلیم بکنیم الله برای ما وعده کرده است به ایمان داریم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكنهم كذبوا. اگر اهل یک قریه ایمان بیاورند و تقوا پیشه بکنند، مفهوم تقوا را میدانیم که چیست؟ به آن چیزی که الله امر میکنه به او تسلیم باشیم، عملی بکنیم. از هر آن چیزی که ما را نهی بکنه از او اجتناب بکنیم. دروازه های برکت آسمان ها و زمین بر روی ما گشوده میشه. این تنها یک آیت نظری نیست. تاریخ را برای ما به عملی نشان داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، در مکه مکرمه مبعوث شد، در یک سرزمین بی نهایت خشک. از اینجا مجبور شد که هجرت بکنه به مدینه منوره ببره. مدینه منوره هم یک زمینی که هیچ چیزی ندارد بجز از چند خرمایی، ولیکن زمانی میشه که مدینه منوره مرکز تجارت میشه. در صورتی که در سوره قریش الله عز و جل میگه که لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. بله مردم مکه و مدینه به خاطر به دست آوردن یک منان یا به یمن میرفتن یا به شام میرفتن، ولی زمانی شد که یمن یا شام می آمدن در بازار مشهور عکاظ تجارت میکردن. مشکل ما در کجا هست؟ مشکل ما در اینجاست که از یک طرف ما عقیده به الله داریم، از دیگر طرف ایوازی که بریم راه های رفتن به دروازه الله را جستجو بکنیم از آینه قرآن و حدیث، باز رفته دروازه شرق و غرب جستجو میکنیم، تک تک میکنیم. بازی خلاف عقیده است. هر آن اصلی که عمل مخالف عقیده باشه باز الله ما را تنها میگذارد. خو شهیدي صاحب هلته چې د افغانستان د خلکو حق چې دوی تر پښو لاندې کوي، ځکه حق ورکول کیږي نه، یعنی باید حق وغواړي. نو هغه څه چې هلته کنګل شوي پیسې دي د هغه د افغانانو دي، هغه د افغانانو پورې اړه لري، هغه د دولت پورې هم اړه نه لري. ځینې قویدات چې دوی وضع کړي دي، مثلا موږ نشو کولی دلته سوداګریزې اړیکې دي، سیاسي ډیپلوماتیک اړیکې دي ته هم اړتیا لیدل کېږي په اوسني عصر کې. که دا هر څه بندیزونه واوسېږي، هلته د افغانانو حق تر پښو لاندې کړی، اوس دا خو د دوی خپل حق ده. په دې کې څه ستونزه ده ستاسې له نظره؟ باز هم بگیم که امریکا با تعهدش وفا نمیکند. حقوق بشر تنها و تنها شعارش است. تاسو د دروازې د ټکولو خبر، موږ د افغانستان خلک د خلکو دروازه نه ټکوي، هغه څه چې د دوی حق ده خپل حق غواړي. همین حق هم از خود اصول دارد. مثلا اگر امارت اسلامی خود منسجم بسازه، مطابق اصول قرآن و حدیث عمل بکند، فاصله ها میان حکومت و رعیت را دور بکند، یک اجماع ملی را در پرتو آموزه های دینی شکل بده، بله، اختلافات درونی را به نام مذهب و تنظیم و این و آن و سابق و قدیم ای را دور بکند، کنار بگذارد، یقینا که از اینها یک قوت ساخته میشه. امریکا در تعاملات سیاسیش امروز با قوت ها تعامل میکنه. با انسان ضعیف قطعا نمیتونه که تعامل بکنه، این ارادش نیست. امروز افغان ها در یک جنبه یا در یک طرف بسیار ضعیف قرار دارد. هر طرف ضعیف باشد امریکا پالیسیش است از زمان نبوت تا به همین روز که او میکوبه، منافع خود در برابر میخواهد.
تا چه وقت ما بتانیم که منافع امریکا را آماده بکنیم که بالاتر از توان ما باشه. اگر نتانستیم باز این حالت ما باشه. بین که ما بتانیم به طرف یک قوت تبدیل شویم تا بتانیم با امریکا تعامل بکنیم. در غیر آن محال است، هیچ امکان نداره و عقل نمیپذیره که تو در حالت ضعف و گرسنگی قرار داشته باشی، بیشتر از 20 میلیون نفوست فقیر باشه، به نان خوردن احتیاج داشته باشه، باز بخوای که امریکا برای تعامل بکنه، فکر میکنم که اشتباه است. ډیره زیاته مننه شهیدي صاحب. چکري صاحب، ورو ورو به خپرونه هم راټولوو. د دې پر ځای چې پر یو بل نیوکې وشي، ستاسې له نظره بدیله لاره، غوره لاره څه کیدلی شي تر څو دغه ستونزې له منځه لاړې شي او بالاخره دغه واټن چې رامنځته شوی دا هم کم شي؟ خب امارت اسلامی باید در فکر ازی باشه که وقتی که قدرت را گرفتند و مردم امرایشان هم نظر بودند، اگر مردم امرای امارت اسلامی هم نظر نمی بود، نمیتونست که 40 میلیون نفر که در افغانستان وجود داره اینا در 11 روز تمام قدرت را می گرفتند. خب این معنیش است که باید این تعامل حفظ شود. این هم قسمی که شهیدی صاحب گفتن، هر قدر که دولت با مردم نزدیک شود به همون اندازه برای استمرار دولت این نتیجه مثبت میده. از اینکه بعضی کسان در خارج از افغانستان تلاشای خود را میکنند تا یک قدرت بدیل را بخواهند آماده بکنند و یا اینکه در فکر ریزی باشند که با یکی از کشورها پول بگیرند تا باز دوباره در افغانستان جنگ و وحشت را برپا بکنند، بهتر می‌استند که امارت اسلامی با او افراد نخبه‌ای که میتونه به خاطر یک افغانستان مترقی کار بکنه، امارت اسلامی او افراد را جذب بکنه در بدن حکومت و تلاش بکنه که با ملت خود را نزدیک بسازه، خصوصا در اون مناطقی که امکان ازی وجود داره که اونا میتونند ابزار شوند برای کسایی که در بیرون از افغانستان برنامه‌ریزی میکنند به خاطر تداوم جنگ. بالا از اون مردم امارت اسلامی بیشتر کار بکنه، تهدیدها و مشکلاتی که وجود در بین مردم وجود داره و مشکلات آور داره، فاصله ها را دور بسازه و ملت را با حکومت نزدیک بسازه. این بسیار راه نزدیک و آسان است از اینکه امارت اسلامی تنها به مو حرفای خود پابند باشه و یا اینکه دی فکر باشه که تنها کسایی که در جهاد همراه ما بودند اونا میتونن که در حکومت باشه. تمام ملت را از خود فکر بکنه و همه به طرف افغانستان واحد و مترقی. چکري صاحب، فرض کړئ دا کار هم وشو، هغه څه چې تاسو وویلې، مثلا ملت هم سره منسجم شو، د دولت او ملت ترمنځ دغه واټن هم له منځه لاړه، ټول سره یو شو، په دې صورت کې بیا هم امریکا دې ته غاړه کیږدي چې تر څو اوسنی نظام په رسمیت وپېژني او ورسره تعامل ته حاضر شي؟ با تکیه کردن به قدرت الهی و باور داشتن به قدرت حضور مردم، وقتی که به این دو چیز ما مطمئن شدیم و ملت با دولت یک جای شد، باز حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، باز هیچ کسی که در مقابل ما مشکل ایجاد کرده نمیتونه. این کشورهای همسایه منطقه با شمول امریکا میاندونا مجبور میشن که به یک نوع با افغانستان تعاملات خود را انجام بدن. اگر ما وحدت داشته باشیم، شما مطمئن باشین که ما جایگاه خوبی را پیدا میکنیم. امریکا هر کشوری را که فشار داد، او کشور قدرتش بیشتر شد. امریکا کوشش کرد که ایران را در 43 سال به رسمیت نشناسه و تحت تحریم او را قرار بده. احتمالاً در روزهای نزدیک ایران به کشور اتمی مبدل میشه. شوروی که بسیار یک روسیه خرد بود و امریکا فشار داد، فعلا در منطقه قدرت بسیار قوی است و در مقابل امریکا یک قدرت است که از جور شده. چین هم او را به امریکا فشار داد و چین هم یک کشوری هستند که فعلا در منطقه میتونه که جای امریکا را پر بسازه. بین عربستان و ایران یک میانجیگری کرد، بعد از 120 سال یک کشور آمد جای امریکا را گرفت و اونجا میانجیگری کرد. من مطمئن هستم با امید خدا که مردم افغانستان با دولت یک جای شود. به می ترتیب افغانستان هم بسیار شاهد ترقی ها و پیشرفت و از شاهکاری هایش خود باشه. ډېره زیات مننه افغانیار صاحب. ډېر لنډ په اخر کې غواړم خپرونه راټوله کړو، د خپرونې وخت هم خلاص ده. له تاسو غواړم وپوښتم
له دغه ستونزو نه د وتلو غوره لاره څه کیدلی شي ستاسو له نظر؟ اتحاد، انسجام، همدیگر پذیری، پیروزی هست. اگر ما افغان ها همه ما شویم، افغانستان آباد همون شکلی که هست آبادتر میشه. متاسفانه خارجی ها در رأسش امریکایی ها هیچگاهی ما را نخواستن که ما مردم همه ما یک مشت شویم و افغانستان را بسازیم. اگر فشارها بر افغانستان اضافه میشه، اگر ما اعتماد سازی ها را مدیریت بکنین، افغانستان پیشرفت میکنه. شعار من همیشه ای بوده و هست: آبادی وطن تعهد و تخصص میطلبد. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ویرانی وطن هست. ما قبول میکنیم هیئت رهبری امارت اسلامی متعهد و متخصص مسائل دینی و اسلامی هست، اما حکومت داری و حکومت کردن به دیگه متعهدین و متخصصین هم ضرورت داره. بین وار هم دست نوازش به سرشان کش بکنین، همراه خود در حاکمیت داشته باشین. هر کدام از افغان ها دیگه خسته شدن، نمیخواین که باز به جای قلم باز تفنگ به دستشان باشه، باز خارجی ها مدیریت بکنن برای ما خونریزی ها را. امیدوار هستم حکومت فعلی افغانستان را مدیریت بکنه، زمینه سازی شود که تمام همون کسایی که برنامه‌های فکری سیاسی دارن به افغانستان برگردن و در افغانستان به خاطر آبادی افغانستان قدم بزنن، قلم بزنن و صحبت بکنن. ډیره زیاته مننه. شهیدي صاحب ډیر لنډ په دې برخه کې د خلکو مسؤلیت بیا څه ده؟ مسئولیت مردم در قبال حکومت از پس منظر دین اسلام خط دو جانبه است. بله. یک طرفه نیست، مثل تعامل مواد کیمیایی یا کیمیایی عضوی. اینطوری نمیشه که یک طرفه ملت ما مسئول قرار بدیم و یا یک طرفه حکومت مسئول قرار بدیم. تعامل حکومت و رعیت دو طرفه است. بله. حکومت مسئول است که مردم را مطابق تخصص شایسته سالاری در نظام شریک بسازه، از اینها استفاده بکند. در نظام از اینها ساخته میشه. مطابق احکام شریعت اسلامی بالای مردم عدالت و مساوات پیاده بکند. برخورد دولت با رعیت ازدواجی و دوگانگی نباشه. در مقابل اگر چنین حکومت وجود داشته باشه، الله و رسولش امر میکنه که باید از این حکومت وجوبا اطاعت شود. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بله. بنابراین راه حل از نظر ما به خاطر بیرون رفت از بحران کنونی، تکیه کردن به شریعت اسلامی، شریک ساختن مردم افغانستان به اساس تخصص و شایسته سالاری در موضوعات حکومت داری. ډیره زیاته مننه شهیدي صاحب. کور ودان چکري صاحب ډیر لنډ ستاسو نظر هم په دې برخه کې غواړم. من با صحبت دوستان موافق هستم و یک چیزی که یک فرمول هستن که تمام کشورهای پیشرفته از روی استفاده میکنه، میشه از امور سوات و فرمول پوستل استفاده بکنه که امارت اسلامی کمیسیون را ایجاد بکنه. در او کمیسیون صلاحیت برشان بده که نقاط قوت و نقاط قدرت امارت اسلامی را هم مشخص بسازه، نقاط ضعف هم کوشش بکنند که نقاط ضعف خود را تبدیل بکنند به نقاط قوت و نقاط قوت هم تبدیل بکنند به فرصت ها برای مردم کار مساعد شود، مردم علاقمندی بگیره با دولت و علاقمندی داشته باشه به افغانستان، از افغانستان فرار نکنه. اگر نقاط ضعف سرشکار نشه و نقاط ضعف تبدیل بشه به نقاط تهدید و تهدید باعث فروپاشی نظام میشه. بهتر است که سر نقاط ضعف کار شود که نقاط ضعف تبدیل شود به نقاط قوت. کور ودان جهانی هستن. تشکر. تاسو ټول له ودونه مننه چې خبرونه ته راغلي. تشکر. درنو کتونکو له تاسو هم مننه کوم. تر بیا ښه وخت.